در زمان مصر باستان ماشین را نقاشی کرده بودند، دو چرخه و این چرخهای یکی بر کامپیوتر و میز، ملاحظه بفرمایید، هلیکوپتر و هواپیما و همه اینا رو دیوارهای هرمهای مصر نقاشی شده. پس اینا از اول بودند، بعد از بین رفته و دو مرتبه به ذهن اومده و درست کردن. این ماشینه، دو چرخه و این چرخهایی که رورک های پا و هلیکوپتر، زیر دریایی، کشتی، ماشین و الی آخر.